یه نام امنیتی جلو نرو. چرا جلو نرم؟ راست میگی، این کارا رو میگی به خدا بابا به دست این پینه بستد. نه واقعیت اینه. نمیدونم، من با شما صحبت میگم شایدم بیاد منم ببرم، ولی من از حق بچم دفاع کردم. سلام علیکم. من مهدی بیک هستم، از روزنامه اعتماد تماس میگیرم. پدر جان، ظاهرا اجازه ندادن وکیل معرفی کنید. نه خیلی نه والا اجازه ندادن، خودشونم میگفتن قانونیه ولی اجازه ندادن من وکیل بگیرم. من آقای آقاسی زنگ زدم، اتفاقا با کمال میل قبول کردن، با ماشین خودشون از تهران بردن شدن اومدن. منم با دایم اینجا رفتیم کرج، ایشون جلوتر از من رسیده بود دادگاه، رفت بالا اومد، منم دنبال زنگ زدم آقای آقاسی کجا؟ گفت والا رسیدم. من رفتم گفتم چی؟ گفت والا رفتم قبول نکردم. منم همون کاغذایی که دستش بود من برداشتم و رفتم بالا، از التماس هر کاری کردم، حقیقت هیچ جوابی ندادن. وکیل محمد مهدی پسرم گفت که میتونید از این به بعد وکیل بگیرید، میخواید بگیرید بگیرید. آقای خودش به من و خانوادم گفت گفتم والا من میخوام بگیرم، چون شما هیچ دفاعی در مورد پسر من انجام ندادید، دفاعی انجام ندادید. شما اصلیتتون کرد هستید؟ ما بله کردیم. کرد هست. مادرم ترکه، پدرم کرده. بله درسته. شیعه هستیم. بله الان حکم اعدام آقای مهدی در اومده؟ بله خودش زنگ زد هفته گذشته چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر زنگ زد با من صحبت کرد، گفت بابا حکما را بهمون دادن، به خودشون داده بودن، حکم من اعدامه، حکم اعدامو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم. نگو خدای نکرده بذار اتفاقی حداقل تو خونه نیفت، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود، خیلی. من 2 تا پسر دارم. مهدی با اینکه همیشه تو ورزش بود، همیشه تو کار ورزش بود، همیشه بیرون بود، خیلی کم خونه بود، به خاطر اون خیلی وابسته بود به مهدی. واقعا من زندگیم اگه اتفاقی برای بچه‌م بیفته من دیگه نمی‌بچم. من حتی با آقای آصف حسینی رفتم گفتم آقای آصف حسینی 2 بار حبس ابد به بچه‌م بده. تمام حکم مدالاشو بردم. بچه من سال 97 نفر 4 تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی بود، چندین بار قهرمان کشور بود. یه بچه‌ای که من با دستفروشی بزرگ کردم، با کارگری اون بزرگ کردم، همه میدونن، همه همسایه‌های من، همکارای من، فامیلای من میدونن. من 1 هفته دستفروشی میکردم که بچه‌م بتونه یه روپایی بگیره، یه دست لباس بگیره، بره کار کنه. ولی متاسفانه اینجوری این اتفاق افتاد، این مسئله پیش اومد. الان من نمیدونم واقعا حوار دادم به کجا ببرم، چه جوری بچم الان حکم اعدام بهش دادن، هیچ کاری گفتم آقای آصف حسینی بچه من اعدام نکن. این پیشینه بچه من بوده، 13 سال فقط تو رفت آمد کرج بوده. بچه من با کالج، با کفش کالج، با شلوار راسته. آقا من به شما اینو میگم، از شما میپرسم، از شما آیا میشه با کفش کالج شلوار راسته بری تظاهرات؟ میگه تو اول فیلم میگه من رفتم برای حدیث نجفی بود، داشتم برای 40 رفتیم، تبدیل به اختشاش شد. خلاصه این زندگی من، داستان زندگی من اینه. من با بدبختی این بچه رو بزرگ کردم، به خدا، به پیر، به پیغمبر. بچه من بیگناهه. گفتم آقای آصف نکن این کارو، با من نکن. بچه من این همه ورزش کرده، این همه حکم مدال داره، به خدا قسم. گفت برگشت آخر حرفش گفت شما راضی هستی من حکم خدا و پیغمبر را زیر پا بگذارم؟ گفتم نه، اگه حکم خدا و پیغمبر اینه که بچه من اعدام بشه، حلال خدا و پیغمبر باشه، نخواستم. این بچه انگار من نداشتم. چی بگم؟ چه کار کنم؟ 1 هفته 10 روزه نه سر کار میرم نه هیچ جا. من دستفروشی میکنم، الان دستمال کاغذی هم میفروشم، همش خونم. صبح میرم دادگاه. امروز صبح رفتم زندان، نبودن دادیار ناظر زندان. بعد برگشتم به اون یه نفر میگم آقا دادیار ناظر زندان. بعد برگشت گفت آقا اگه داستان اختشاشات، اونا میگن اختشاشات، اعتراضات نیان، چون به هیچ کس جواب نمیدن. الان امیدم ناامید شده، از بچم دستم بریده شده. تو رو خدا اگر جایی هست تو رو خدا صدای ما را برسونید که من واقعا بچم بیگناهه. بچم یه ورزشکار قاتل نیست، بچه من آدم کش نیست. الان داره حکمشو بهش دادن، هر لحظه امکان داره الان
به ما گفتم بیاید اعتراض بدید. یه هفته از دنبالتون وکیلم جوابم نمیداد. هر وقت زنگ زدم گفت بهت میگم الان امروز زنگ زدم گفته بیا حالا فردا بیا. حتی آدرس دفترشم به من نداد، خدا میدونه. گفتم آدرس دفتر رو بده در من بیام. این چیزایی که حداقل چیزایی که بچم به من گفتم من بنویسم تو کاغذ بیارم اونجا، شما اینو بذار لای پرونده. من استشهاد مسجد جمع کردم، بچه پاکی بود، محل امضا کرده، این مسجد روبروی خونم، این مسجد اون امضا کرده، اینا که از دست من برمیاد. بعد حکم مدالش عکسش گرفتم، گفتم این حکم مدال بچه من، اینا رو بیارم بذارم رو پرونده. شاید خدا کرد تو دیوان اتفاقی افتاد، دو تا به قول معروف انسان آزاده بودن، پرونده رو یه جوری کردن که حداقل حبس 2 بار حبس ابد 50 سال زندان بشونم بدونم نفسش شد. به خدا قسم نیست. یادم مثلا میکنم دارم میکشم، چیکار کنم؟ به چی بگم؟ به هر چی میگن آقا امنیتی جلو نره. چرا جلو نرم؟ چیکار کرده مگه؟ چی شده؟ 2000 نفر ریختن رو سر این بسیجی خدا بیامرز، همه رو ریختن رو سر بچه من. آقا خفت کرده، با سنگ زده، کشته، اینجوری شده، همه رو بچم میگه مهدی جان من راست میگی این کارا رو میگی به خدا بابا به دستای پینه بستن. نه واقعیت اینه. نمیدونم، من با شما صحبت میگم شاید بیاد منم ببرم، ولی من از حق بچم دفاع کردم. هیچی به اینایی که گفتم برن از بچم بپرسن. نمیدونم آقا دیگه چی میشه. همین